این حدیثی که در باب کفر عمره بذاری فاطیره میوتش کو. حدیثی که در باب کفر عمره اینا من اولین نفر آوردم در تیک تاک. این بود در یوتیوب بود در زمانهای قدیم بود. اینا ما پس یا پیامبر شما در دیوونه، پس یا پیامبر شما در دیوونه، پس یا پیامبر شما در دیوونه است، یا تو داری گو اضافی میخوری، یا تو داری گو اضافی میخوری. چه ربطی تکون دادن عمر داشت؟ گوش کو تو هدفه. خب چه ربطی تکون دادن عمر داشت؟ گوش کو تو هدفه. خب چه ربطی تکون دادن عمر داشت؟ گوش کو تو هدفه. خب برای مثلا مهم نیست چیش بیاید چی و عایشه زندیقه زنیه، چی و عایشه زندیقه زنیه. ما که میگیم ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، بی خود که نمیگیم که یکی دوتا نیست اصلا. تحصیل رسول الله با رسول الله مکه رفتن، جاهای رفتن، نماز خوندن، جنگ کردن، چه کردن، پیغمبر سرش گذاشته 3 نفر موندن. قرآن کریم اینها رو اینطوری مذمت کرده که مردم صحابه برای شما حجت نیست، صحابه عده مردمی که تا دم آخر بت پرست بودن و اون وقت به زور یا عدهشان مؤتلفه القلوب به خاطر پول به خاطر دنیا آمدن مسلمان شدن. عمار بعد از توطئه سقیفه می‌بینیم که به فرموده امام باقر علیه السلام که می‌فرماد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز 3 نفر که سلمان و مقداد و ابوذر. سائل می‌پرسه یا رسول پس عمار چی؟ می‌فرماد خدا رحمت کنه عمار دوچار یک تردیدی شد ولی به سرعت برگشت. ظاهرا امام در ادامه می‌فرماد بین اون 3 تا هم 2 نفر باز به نوعی دچار تردید شدن و 1 نفر باقی بود که مقداد بود. صحابه چه کار کردن که آدمشون برن توتیش؟ میگه بدعت کرد، بدعت گذاشتن مرتد شدن. از